تالار بزرگ کتابخانه ملی کشور امروز مکان برگزاری فورум جمهوریوی در موضوع بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی زنان و نوجوان دختران عامل رشد ثبات جامعه گردید. همایش مذکور در دایره انتخاب گردیدن راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان رحمان آزاده امامعلی به حیث سفیر سازمان بین المللی زنان سیاستمدار راهبر راه اندازی گردیده، هدف اساسی آن بررسی همه‌جانبه دستاورد و مشکلات زنان و بانوان در کشور ارزیابی کرده شد. مقصد از برگزاری چنین چهاربینی هم این پیش از همه بار دیگر بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی زنان و سواد آموزی و علم از برنمودن جوان دختران می باشد. چهاربینی از جانب کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری به نقشه گرفته شده، آن بار نخست تحت سرپرستی سفیر سازمان بین المللی زنان سیاستمدار راهبر رحمان آزاده امامعلی در تاجیکستان دایر گردید. در کار فورум مسائل مربوط به زنان، گروش زنان بانوان به عامل‌های نامطلوب اجتماعی، راه‌های پیشگیری زنان بانوان از شامل شوی به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی، خشونت و زورآوری در عائله، رشد فعالیت صاحبکاری میان زنان و دیگر مسائل مبرم وابسته به آنها مورد بررسی قرار گرفت. حل کردن به مورد است که یک موضوعهای مهم و مسائل‌های حل کردن جامعه را در بر می‌گیرد، مخصوصا بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی زنان و جوان دختران، از جمله پیشگیری زورآوری خانوادگی، شامل‌شوی زنان و گروه‌های افراطی و اینچنین نقش زنان و دخترجوانان در رشد صاحبکاری و سلامت کشور باشد. در همایش مذکور نماینده دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان رتیب خمیخت اشتراک و سخنرانی کرد. مسئله معرفت حقوقی زنان و جوان دختران در سرخط معروضه‌های اشتراکچیان همایش قرار گرفت. از بس که زن مادر است و تربیتگری اساسی فرزندان به حساب می رود، باید پیش از همه از جهت سیاسی و حقوقی خودش آماده باشد تا اینکه نه تنها منفعت خودش بلکه منفعت اهل عائله‌اش را، فرزندان خودش را به طور درست راه اندازی نماید. دیگر اینکه اهمیت بلند برداشتن دانش‌های سیاسی و حقوقی دختران در جامعه عنعنوی که ما در آن امروزها قرار داریم خیلی مهم است، زیرا تا به حال ما مشاهد آن هستیم که حالا هم اون استریوتیپ های شخص شده مانده ای که در جامعه ما موجود است پیش راهی به فعالناکی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زنها مانع می شوند. برای باز هم شکل مؤثر گرفتن اشتراک زنان و دختران در جامعه امروزه باید که این گونه چهاربینی ها باز هم فعالتر و با شماره زیادتر فراگیر تطبیق گردند تا اینکه هر یک فرد جمهوری تاجیکستان نوابسته از منصوبیت گندری خود از نزدیکی های این مسئله های سیاسی و فرهنگی و حقوقی آگاهی خود را پیدا کرده مناسبت گندری خود را نسبت به این مسئله ها درست برآورده اندازد. در همایش همچنین مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر کارخانه‌های وطنی شرکت کرده هنر دستی تاجیکانه خود را به معرض تماشا گذاشتند.